بابای حاجی میرزا مردها زنی روس میگیرند و بعد چند جدا میشوند، این چی معنی دارد؟ البته برادرای عزیز و گرامی، گرفتن زنی روسی که اهلی کتاب باشد برای مرد مسلمان جایز و درست است، لیکن من از وقتش میگفتم که شما حرکت کن از همین ملت خودمان بگیریم، از اون ملت ها زن نگیریم، زیرا که ما با اونها موافق نیستیم. ما مثال او زنداری را که ما از پدرها و اولادها و شریعتمان آموختگیم، با او زنها مقصد ما او زنداری را کردن نمیتونیم. برای همین من بسیاری زندارها تونه دیدم که در روسیه در کدام احوالن اونها، فقط نامی اونها زنای، فقط در نکاح تای، دیگر تمام. برای همین بهترش همینه برادر است که خطا اینقدر پستی بدم نکن، خطا اینقدر در بین یار و رفیقات و شریعت به قدر مثال نامناسب نکن، ولی بسیار آرزو و حواس زنگیری داری، بیا از ملت خودت زن بگیر. انشاءالله ملت ما الحمدلله رب العالمین که بهترین زنها هستند و با اینها انشاءالله زندگی تو خوب میشود و یکدیگر شما میفهمید. دیگر سوالی که آیا خدا نماز قضا را میبخشد اگر پشیمان باشی از نخواندن نه نماز قضا؟ هیچگاه بخشیده نمیشود برادر عزیز. شما وقتی که نمازهاتون قضا میشود حتما کفارتش ادا کردن شد. بعضی ها شاید برای شما حجت و دلیل ها و یا که برای شما فتوا تیان که نماز قضا وقتی که تو نخواندی مقصد توبه که خدا میبخشش، نه، هیچ وقت نماز قضا از گردن تا ساقط. اینجا حدیث است برادر عزیز و گرامی از پیغمبر نازنینمان، این جناب امام مسلم هم آورده است که رسول اکرم گفت من نسی صلاتا او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. پیغمبر گرامی گفتن هرگاهی که شما فراموش کردین نماز نخواندین، بین او نام یا خواب دزدین و نماز ای شما قضا شید، میگه همین حالت چیکار که فکفارتها، کفارتش چیه؟ جبران همون چیه؟ ان یصلیها اذا ذکرها. هرگاه بیادت آمد برادری عزیز در حال میگه کفارت شمیه که تو نماز ادا کن، نمیگه که مقصد بخشیده میشود توبه کن. اینجا در حضرت حدیثی که امام ترمذی میارد، امام نسائی میارد از ابی عبیده ابن عبدالله ابن مسعود که میگه انا شغل رسول الله صلی الله علیه و آله اربع صلوات یوم الخندق، در غزوه خندق پیامبر برادر عزیز ببینید که میگه چی مشغولش کردن مشرکا، یعنی در همون غزا که اشتراک کرد 4 نماز میگه ای حضرت ترک شید، حتی ذهب من اللیل ما شاء الله، یک قسمت شب میگه گذشت، فامر بلالا، حضرت بلال را چی گفت؟ فاذن ثم اقام، بگو اذان بگو اكو نمازایی را که ترک کردیم مقصد ای نماز پیشین این طرف خواندن بگیریم. فصل الظهر، اذان گفت، قامت گفت، پیشین خواندن. ثم اقام فصل العصر، بگو قامت بگو، با قامت گفت، عصر خواندن. فصل المغرب ثم اقام، بگو قامت بگو، با قامت با شام خواندن. فصل العشاء، بگو قامت بگو، با قامت هم با خفتن شون خواندن. یعنی برادرای عزیز نمازهایی که قضا می شود کفارت چون ادا کردن از گردن شما این نمازها هیچگاه ساقط نمی شود. سوالی که دیگر آمده است، بابای حاجی جایهایی که سلام دادن درست نیست میگفتید. اگه سلام برادرای اصلا این سنت پیامبرمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در این 30 ثواب است. السلام علیکم 10 ثواب و رحمت الله 20 ثواب و برکاته 30 ثواب. شما مقصد جایهایی می شود مقصد یک آدم خواب باشه حالت ناجایزی که او را سلام باید ندی، یا آدم در درون مسجد در ذکر مقصد سلامش ندی، بین، یا اینکه مقصد یک آدم در حاجت خانه سلامش ندی، یا حالتی که مقصد در حالت طعام خوردن بیشتر همین چیزا در ما رعایت نمیشود، در درون طعام دستامون ایستادگی بر بالای سرت میاد، دستش دراز میکنه، قطعی سلام میکنه.
یا حالتی که میگه مؤذن اذان گفته سای مؤذن اذان مگو، یا میدروی که امر معروف رفته سای همون آدمی که داعی دعوتگره سلام نگو، آدمی که در حاجت خانه نشستگی باشد سلامش نگو، آدمی که حمام کرده سای سلامش نگو. خلاص همین حالتهای هست که مثال سلام به اینها نادرسته. دیگر سوالی که آمده است، مرد از زنش جدا شود و در آخرت یعنی در بهشت زنی خودش رو طلب کند، آیا نصیبش میشه؟ البته هر زنی که مثال در دنیا اگر زنی تو بودو، تو مثال انا جدا شدنت اگر به شرطی که یگان علت یگان سببی داشته باشد که از حساب خودی همون خانمت باشد، روز قیامت اگر طلب کنی همون زن با زنی تو میشود. لیکن زنی که میگه در دنیا اگر 2 شوهر یا 3 شوهر کرده باشد، در روز قیامت انتخاب شوهر در دست زنه، کدامشه که مقصد در اونجا انتخاب کنه. سوال دیگر، از روی نافهمی حق یک برادر را میخوری اما پشیمان شده بخشش پرسی، او تو را بخشد، در قیامت باز جواب هست یا نه برادر؟ وقتی که حق یک برادر خوردی یا مبلغ یک برادر مثال دزدیدی، وقتی میبری در دستش میتی میگوی برادر عزیز اگه من آگاه شدم که تو همین را تو نبخشی خدا نمیبخشد، برای همین این همون مبلغی تو یا این همین مقدار پولی تو را من خوردم، اگه تو مرا ببخش، اگر همون که بخشید انشاءالله پیش خداوند بخشیده میشه. روز قیامت از این مسئله از تو دیگر پرسان نیست. سوال دیگر، یک پسر با یک دختر شیعه مذهب نکاح کند جایز است؟ التماس بسیار مهم است. و فرق شیعه سنی در چیست؟ این یک موضوع کلانی است که شیعه سنی چه فرق دارد، ولی نکاح برادر عزیز انا شیعه با سنی همان عقیده بسیار باطلی که دارد که حتی همین قرآن، شما میدونید که همین قرآن اهل تشیع برادر عزیز یعنی با همین طریقی که در دست ما هست با همین طریقش قبول ندارد. یعنی این قرآن برادر عزیز قرآن اصلی که اهل تشیع اعتقاد دارد، یعنی این اون قرآن نیست برادر عزیز. و دیگر بدی هایی که اونها دارن، وقتی که قبح میگن، وقتی که توهین میکنن، حقارت میکنن، چه از ابوبکر صدیق، چه از عمر فاروق، چه از عثمان ذوالنورین، برادرای عزیز و گرامی این بسیار خطر کلان دارد. در مذهب خودمان اگر اینها را کسی حقارت کنه وی مسلمان نیست. یا اینکه اینها وقتی که به عایشه مادرمان توهین دارن یا همون تهمتی را که در حق عایشه کردن اینها او را حقیقت میشمارن، اینها بر مقابل آیتایی که برای پاکی عایشه آمده است در مقابل آیت ایستادن. چگونه با همین خیلی اعتقاد ما او را نکاح کرده میگیریم؟ برای همین این نکاح اینها با همین عقیده برادر عزیز درست نه. از همین عقیده شون توبه کنن انشاءالله بعدا نکاحشون درست می شود. دیگر سوالی آمده، زنهای حامله و دخترانی به شوهر را مخصوص زنهایی هستند که علاو می گردانند، در باره آنها شما چی می گویید؟ اکو من پیشتر گفتم که یعنی حامله دار شدن زن یا فرزند آوردن زن اینها در دست این علاوگردان ها نیست، در دست این جادوگرها نیست، در دست این فالبین ها نیست. برای همین خدا تونه اینجا سرگردان نکنین، بدین بدیانت خدا تونه نکنین، بلکه انشاءالله امروز تیبی ما پیشرفت کرده است، برین در دکترها مراجعت کنین و همچنان الله مهربان در زاره و تولا کنین. خدای مهربان شما را اگر اراده خدا رفته باشد صاحب فرزند میشوید. اگر مبادای پیش همین علاو پرستا و همین فالبینا روین لیکن نشوین، ببینین دو آفت به سرتون، هم به فرزند میمونین، هم این کاری کردین این بدبختی برای شما مقصد هم در دنیا شرمندگی هم در آخرت. خب سوال دیگری آمده است، شخصانی که پیش از مرگشون بیماری زیاد میبینن، خب و گناهانشون آیا بخشیده میشود؟ و اینا حقیقت دارن که در آخرت عذاب نمیکنه. ولی کسی که بیمار میشود برادر عزیز،
مرد وقتی آدم مسلمانی که بیمار می شود، بیماری کفارت گناه است. یعنی چنده که اگر وای بیماری سخت رفتن گیرد، همون قدر گناهاش بخشیدن می شود. همون قدر کارهایی را که در حالت صحتیش کارهای نیکی که انجام میداد، همونها هم نویسانده شدن میگیرد. یعنی گویا که همین انسان هم کار انجام دادیست. برای همین این البته به البته گناهاش مغفرت می شود پیش خداوند. به خاطر این بیماریش با ثواب و پاداش میگیرد. آدم بیمار را ببینه که دعاش هم در پیش خداوند قبول است.